رضاخان میرپنج 39 ساله بود که در تهران ساکن شد. نظامی کارکشته‌ای که دائم در پادگان و در حال جنگ بود. ولی میخواست سر و سامانی به زندگی خودش بده و ازدواج کنه. 14 سالی بود که به استخدام قزاقخانه در اومده بود. رضاخان در قزاقخانه کم کم پیشرفت کرد تا به درجات بالای نظامی رسید. رضاخان نایب اولی قزاق بود که به دستور محمدعلی قاجار به جنگ با مشروطه خواهان تبریز رفت و بعدها پس از قلع محمدعلی شاه از سلطنت و برقراری مشروطه فرماندهی قزاق‌ها رو به عهده گرفت تا به جنگ یاغیان بره. رضاخان مأموریت‌هاش رو در آذربایجان، کرمانشاه، همدان و ساوه به خوبی انجام داد و با درجه میرپنج به تهران منتقل شد. داستان جالب خواستگاری رضاشاه از تاج‌الدوله زمانی شروع شد که رضاخان خانه‌ای در کوچه‌های خیابان جلیل‌آباد تهران اجاره کرد. رضاخان منورالدوله همسر بیوه سرهنگ علیخان رو می‌خواست و از اون خواستگاری کرد. منورالدوله نپذیرفت و به اون قول داد همسر شایسته‌ای برایش پیدا کنه. منورالدوله به قول خودش عمل کرد و تاج‌الدوله دختر میرپنج تیمورخان آیراملو رو که اتفاقاً اونها هم ساکن محله رضاخان بودند پیشنهاد داد. رضاخان قبلا دختر رو دیده بود و پسندیده بود، اما مانده بود که چطور به خواستگاری بره، چون پدر و مادری نداشت که به خواستگاری بفرسته. رضاخان از منورالدوله خواست تا برایش به خواستگاری برود، اما تیمورخان جواب رد داد، چون تیمورخان از رضاخان خوشش نمی اومد. رضاخان از شنیدن جواب منفی ناراحت شد، اما مصمم‌تر شد تا با تاج‌الدوله ازدواج کنه. تاج‌الدوله هم از رضاخان خوشش اومده بود. رضاخان میخواست هر طور شده با تاج‌الدوله ازدواج کنه. برای همین با پسران تیمورخان صحبت کرد تا پدرشون رو راضی کنن. اما اونها هم نتونستن و رضاخان دوباره جواب رد شنید. اما این بار رضاخان سراغ سردار رفعت که یکی از افسران محترم اون زمان بود میره. از اونجایی که سردار رفعت دوستی قدیمی با تیمورخان داشته، تیمورخان رو راضی به ازدواج میکنه. اما تیمورخان شرایط سختی رو برای رضاخان پیشنهاد میده که رضاخان قبول نمیکنه. این بار رضاخان برای پادرمیانی سراغ استاد علی محمدخان معمارباشی که یکی از بزرگترین معماران اون زمان بوده میره. بالاخره با اصرار معمارباشی و خواست تاج‌الدوله قرار عروسی گذاشته میشه و در سال 1295 خورشیدی مجلس عروسی برگزار میشه و تاج‌الدوله به عقد رضاخان در میاد.